کاری که ما انجام میدیم، زمانی که من دارم در 1 ماه و میتونم تعداد نفری که این کارو براش بکنم 22 نفره. درست شد. در طول 1 ماه من میتونم 22 نفر رو مستقیما بیان و این قدم اوله. تهیه میکنن، ثبت نام میکنن و از اونجا دیگه من میام خونتون نمیام ولی هستم. تو بک‌گراند زندگیت منو میبینی که حواسم بهت هست و میخوام که خیلی سفت این کارو بکنیم، چون ما نتیجه میخوایم. یعنی میخوام بیای با همه داوتس، شک ها و تردید ها و همه نمکدون های اینستاگرام که آی نمیشود و آی دوره ها چیست و فلان، میخوام بیای انجام بدی و نتیجه ببینیم. هم خودت ببینی هم من ببینم، کیف کنم از این چیزی که شده. یعنی این نتیجه رو ما میخوایم. بنابراین با هم شروع میکنیم. اونا رو میبینی، بعد دوباره با من در ارتباطی. یه جا نتونستی مثلا 2 تا هم بهت میزنم، آره پاشو فلان اونجوری کن، بخون از این صحبت‌ها تا برسیم به اونجایی که میخوایم. اون 22 نفر رو در طول 1 ماه 5 نفر اول 35% تخفیف میگیرن روی شهریه دوره. یعنی اون 5 نفری که اول میان به من پیام میدن و میگن که آقا ما میخوایم ثبت نام کنیم و جز 5 نفری که شما باهاشون مستقیما کار میکنی تو این ماه باشی. اون 5 نفر اول 35% تخفیف میگیرن، کلا 22 نفره. 5 نفر دوم 25% شهریه دوره رو تخفیف میگیرن و دیگه اون 10 نفر و 12 نفر بعدی هم همون شهریه اصلی دوره است که 2,200,000 تومانه. و اصلا یه جوری شده که من به دلارش خندم میگیره بنویسم، چون به دلار اون چیزی که توی سایت زدم چقدر $40 $45 فکر میکنم. و اگه بخوایم با قیمت دلار بالا پایینش کنیم، هر روز اونو عوض کنم، اسیریه دیگه. معلوم نیست دلار چی. یعنی اصلا خنده داره بخوایم با اون محاسبه کنیم. یعنی با دلار چقدر میشه که هیچی. ما فقط یه مبلغی گذاشتم که هزینه کار و عیاب ذهابمون در بیاد. یعنی پول اونقدی نه مطرحه نه پولیه برای من و شما، و یه چیزیه که بالاخره ارزش کار وجود داشته باشه و همه هم بتونن تهیه بکنن از هر اقشار و اینایی. این 22 نفر، 5 نفر اول 35%، 5 نفر دوم 25%، 12 نفر آخرم که خب شرکت میکنن و میشه 22 نفر در 1 ماه. ما از سر ماه که این قضیه رو باز میکنیم یا از اون تاریخ روزی که میگم آقا از امروز این تعداد و این ظرفیت باز شد. اینم برای اینی که من بتونم برسم و اونجوری که دوست دارم روی قضیه باشم. بعد